از اینکه ما در اواخر تنش‌هایی را بین حکومت افغانستان و پاکستان شاهد هستیم. پاکستان بارها از این ناحیه مردم افغانستان را و حکومت افغانستان را به اخطار داده، به نحوی که اگر افغانستان به خواسته های پاکستان توجه نکنه ممکن اونا از راه زور و جنگ بخواه واخان را بگیرن. میم روی از اینکه آیا واخان را اینا میتونن با واقعا بگیرن، که از اون جایی که گفتیم که قبلا اشاره کردیم که واخان یک نکته خیلی مهم است و برای عام مردم افغانستان و کل افغانستان یک نکته خیلی ارزشمند است. بنابراین گرفتن واخان به این آسانی وام از طرف پاکستان به کار خیلی آسان و ساده ای نیست که پاکستان بخواه به این آسانی واخان را بگیره. و برای اساس چون پاسداری و حراست و حفاظت واخان برای حکومت افغانستان و برای همه مردم افغانستان ضروری است، چون که یک نکته خیلی ارزشمند است برای مردم افغانستان و در مقابل تعرض و تجاوز پاکستان به واخان همه مردم افغانستان ایستادگی خواهد کرد، چون نکته خیلی ارزشمند است برای ما و یک دهلیزی است که برای او هم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی و به لحاظ جغرافیایی برای ما ارزشمند است. بنابراین پاکستان بارها ما را اخطار داده و اخطارهای پاکستان را ما بارها شنیدیم. بنابراین زیاد جدی نمیگیریم میشه و چون پاکستان با او اندازه هم قدرتمند نیست که بخواه خاک افغانستان را بگیره یا با او دست درازی بکنه.